دلم بمب اتم میخواد. خواهشمندم دستورات لازم را مبذول بفرمایید. بیا جلو، افشانی میخواد تحلیل سیاسی کنه. توی اون 12 روز دیدین چی شد؟ اول فرمانده هامونو زدن، یعنی ریز ریز میخواستن فلجمون کنن و به ادعای خودشون با کل نظام ما مشکل دارن و بعدش با خاک پهناور ایران. تجزیه ایران مرحله بعد از تصاحبشون بود دیگه. خب الان بین اوکراین و روسیه جنگه. میدونید چرا اوکراین و غرب مثل کاری که تو ایران کردن واسه ترور کل نظام روسیه اقدام نمیکنن؟ همون ریزپرنده ها رو به روسیه فرستادن اما سمت سقوط موجودیت روسیه نرفتن. چرا؟ آفرین، چون روسیه اتمیه. حالا میخوام تحلیل برخی از بزرگان رو به چالش بکشم. میگن اتم بازدارندگی نمی آورد. اگر می آورد چرا روسیه در جنگه؟ چرا اسرائیل در جنگه؟ و فلان و فلان. بله، اتم برای جنگ معمولی بازدارندگی نمیاره، اما برای جنگ موجودیت بازدارندگی میاره. وقتی اتم داری کسی واسه موجودیت دندون طمع تیز نمیکنه. دقت کردی؟ وقتی اتمی باشی اونجوری رهبران کشور تو سران کشورتو نمیزنن. مثلا جون آقای ولادیمیر پوتین وصل به زیردریایی‌های اتمی کشورش، کسی قصد جونشو بکنه اتم رو سرش میریزن. فهمیدی؟ وقتی اتم داشته باشی کسی دیگه به تو حمله اتمی نمیکنه، چون میدونه بزنه نابوده. الان این روندی که شکل گرفته، این جنگای کوچولو منطقه‌ای آروم آروم میره سمت جنگای بزرگتر، جنگای جهانی بعدی. کشورهای قوی‌تر کشورهای ضعیف‌تر و کوچولوتر رو تومه میکنن، شکار میکنن و به نفع خودشون تصاحب میکنن. یاد چیزی نیفتادین؟ قانون بقا در طبیعت که حیوانات قوی‌تر موجودات ضعیف‌تر رو شکار میکنن برای بقا، زنجیره غذایی، قانون جنگل، هرم قدرت. خلاص در جنگ جهانی بعدی کشوری که اتمی نباشه مورد حمله قرار میگیره. بی برو برگرد، نه یه حمله معمولی، حمله اتمی. به خصوص ایران، کشور خودمون که دور تا دورمون پر شده از گرگ و اول صف اسرائیل که دشمن قسم خورده ماست. اما در مورد فتوای آقای خامنه‌ای بگم، ایشون یه بار فرمودن که استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است. اینو فرمایش کردن، بعدش 10,000 تا از مسئولین ما پشتش گفتن. بله، هی با خودشون تکرار کردن استفاده از سلاح اتمی حرام است. فرمایش آقای خامنه‌ای فصل الخطابه، تمام، بحثی توش نیست. اما آیا مگه خود آقای خامنه‌ای زبون نداره دوباره اینو تاکید کنه؟ خیلی‌ها میگن ما سلاح هسته‌ای می‌خوایم، خیلی‌ها میگن ما اتمی می‌خوایم. الحمدلله صداهام رساست و مستقیما به بیت میرسه، به گوش آقا میرسه شنیدن. اما این سکوت معنیش چیه؟ و بعدش حضرت آقا فرمودن که در هر سطحی به ما حمله کنن، در همان سطح به آنها حمله میکنیم. آخ جانم، روزنه امید، چراغ دلم روشن شد. این قشنگه، ایوالله، اینو دوست دارم. حالا یه موضوع فقهی وجود داره، یه داستان فقهی است با عنوان قاعده اضطرار که برای حفظ جامعه برخی حرام ها میتواند حلال شود. ایوالله، راضیم، خیلی قشنگه. حالا یه نکته این وسط هست در مورد اتمی شدن ایران که یه اشتباه ریزی رو میاره جلو. اون چیه؟ برخی میگن که ما در مسیر اتمی شدن پیش بریم، تا آستانش بریم وایسیم که بگیم ما داریم. تو فکر میکنی اسرائیل به تو مهلت میده که از اون لحظه‌ای که میگی در آستانش هستیم تا تولید کنیم وایسن بعد بزنن؟ اصلا به تو مهلت نمیده. تو بگو 3 روز میزنه. این چه تحلیلیه؟ واقعا دشمن رو نشناختین؟ به نظر من که کوچیکتر این سیستم هستن، حمله یه ماه پیش باید درس خوبی شده باشه. چون اگه دشمن یه بار دیگه بیاد سران، فرماندهان و نخبه و دانشمندای هسته‌ایمون رو بزنه، دیگه کی بمب اتم بسازه؟ کی بزنه؟ من و شما؟ حالا نظر من کوچکترین، ایران باید اتمی بشه و وقتی اتمی شد نه تنها باید کاملا آماده شلیک باشه، بلکه در تمام نقاط ایران برپا کنه. یعنی چی؟ یعنی همه جای ایران بمب اتمی آماده کنه. ایران عزیز من باید فوراً به سمت اتمی شدن پیش بره، به سمت بازدارندگی اتمی. یه حقیقت نامحبوب. این همه دعوا سر 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و نمیدونم توافق و مذاکرات و اینا فقط واسه اینه که ما تو صف بمبارون اتمی، اینا فقط منتظرن
تایم مناسبش رو پیدا کنن و خیالشون راحت شه که ما نداریم، میزنن. مطمئن شن نداریم، میزنن. اینا شک دارن که امیدوارم داشته باشیم. از خدا به قلبن. نه تنها من، خیلی ها رو میشناسم که از ته قلبشون میخوان ایران بمب اتم داشته باشه همین الان. خب حالا چرا نداریم؟ چرا به سرعت سمت اتمی شدن پیش نرفتیم بعد از این جنگ؟ یه باگی هست، این که ما متاسفانه تو کشور خودمون به اندازه تارهای موی سرمون جاسوس داریم. تو بدنه نظام داریم، از آقایون داریم. متاسفانه خیلی از این آقایون خودشون و آقازادهاشون سرشون تو آخر این کشور اون کشوره، دارن همینجوری آمار مملکت رو میدن. این باگه که ما الان اگر در شرفش هم باشیم و آماده ساختنش باشیم و اصلا ساخته باشیم، یکی از این انگلا میرن آمار میدن، دوباره با یکی از این ریزپرندهاشون میان اتمی خودمون رو تو کشور خودمون میزنن. خب این بده. من و تو مردم معمولی که گرفتار زندگیمون هستیم، دنبال کار و یه لقمه نون حلالیم، از کجا میدونیم هسته‌ای کجاست؟ کجا میسازن؟ دانشمندمون کیان و کجا زندگی میکنن؟ خود اونا میدونن دیگه. ولی خب اول اینا باید غربال شن، اینا رو باید الک کنن، شناسایی کنن، بریزنشون دور. سیستم که یک پارچه و پاک شد، اون موقع در خفا بسازن. بله این باگ هست که دست این جاسوسای داخلی رو همینجا کوتاه کنن که نرن آمار بدن دوباره تو خاک خودمون هسته‌ای خودمون رو بزنن. امیدوارم آقای خامنه‌ای بر مبنای همین قاعده استقرار یه دستور بدن دل ما ایرانی‌ها رو شاد کنه. همون جوری که با فتاح و سجیل و خرمشهر آنجل و اینا میزدن، افتخار میکرد، یه غروری به دست میداد، همونجوری اتمی بشین، بمب اتم داشته باشین که چپ نگاه نکنن، که اگه کردن میخورن. چرا؟ چون دیگه ما بازدارندگی اتمی داریم. حضرت آقا، بنده به عنوان یه جوون ایرانی، یه جوون 36 ساله که به اندازه کافی تجربه کردم، چشمام باز شده و آگاهم،